سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که هر کجای که هستید جور صحتمند آرام باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشید. باز هم به یک ویدیوی درس کتاب مکتب ریاضی صنف نهم خوش آمدید گفته. امیدوار هستم که درس‌های برایتان مفید تمام شده باشه. امروز یک درس دیگه ما است تحت عنوان موقعیت دو دایره. موقعیت دو دایره نظر به یکدیگر. موقعیت دو دایره نظر به یکدیگر. اول سر موضوع عنوان بحث میکنیم. عنوان خوب بر ما واضح مفصل بفهمید، با بعد از او درس خوبتر یاد میگیرید. موقعیت دو دایره چی معنی میده؟ شما بایسکل سواری کردید، حتما بایسکل دارید یا دیدید دو دانه تایر که داره، موقعیتش مشخص است، یعنی در کدام قسمت ها باشه. و تایرهای موتر 4 دانه تایر که داره، تایرهایش مشخص است که در کدام قسمت باشد. یک توش پس 4 دانه مشخص است که در کدام قسمت ها باشد. نیست که دو تاش یک طرف باشه، دو تا هر دو دانه دایره با هم ربط دارن. کمکی طرف باشه، موتر با تغییرات میاد در رفتارش دین بخشا دیگه. و موترهایی که تایرهای زیاد دارد همه قسم، هر قسمی که باشه نظر به موقعیت حال میخواد. این حال ما دایره ها را میخوانیم که اگر دورتر باشه بنام چی یاد میشه، نزدیکتر باشه بنام چی یاد میشه، اگر یکی دیگه خود قطع کنه بنام چی یاد میشه. اینی موضوعات وقت میخوانید. خب اولین بحثش که هست، اولین بحث ما که هست خب دو دایره را رسم میکنیم. تعریفش براتون اول دایره را رسم میکنم با تعریف میگم، بینمی نظر بینمی تعریف براتون تشریح میکنم چی گفته. دو دانه براتون دایره رسم میکنم. یک دایره دیگه براتون است. خب باشه یک کمی که دورتر باشه. مرکز از اینجا سازی. حالت اولش گفته اگر این شوای آر است، یعنی دایره اول R1 یا R زبر نه، این شوایش که است مرکز با محیط وصل کنه به نام شوای یاد میشه. این آر خالی. اگر فاصله بین مرکز دو دایره، یعنی دو دایره فاصله بین مرکز دو دایره بزرگتر از مجموع شوای دو دایره باشد. باز دوباره اگر فاصله مرکز دایره اولی با دایره دویم بزرگتر از مجموع شوای دو دایره باشد. و چی معنی میده؟ اینی دایره یک دانه از این استقامت فاصله ایش است تا این دی است. شما خودتان فکر میکنید. خب شوای دایره اولی از این مرکز تا محیط بینی اندازه است، از دومی که است بینی اندازه است. این خب فاصله ایش است. یعنی دیگه شما میفهمید فاصله بزرگتر است چیست؟ فاصله دی بزرگتر است آر جمع آر زبر است. فاصله دو دایره بزرگتر است مجموع شوای دو دایره است. فاصله ایش یعنی بزرگتر. این معنی رو میده یعنی دو دایره که از دورتر که باشه. خب اینا لیه بنام چی یاد میکنه این دایره؟ این دایره را غیر متقاطع میگه. یکی دیگر را نه قطع کرده نه مماس است، دور است. این خب فاصله دارن، این میره غیر متقاطع میگن. این دایره را بنام چی یاد میکنن؟ دایره غیر متقاطع.
دایره غیر متقاطع به خاطر چی؟ که به خاطر قطع کرده و نقطه مشترک هم نداره. شما خوانده بودید در درس قبلی یک خط بود، اینی دایره بود و اینی خط مستقیم. اینی فاصله از اینی با خطی که نقطه مشترک نداشته باشه در بیرون دایره است و غیر متقاطع هم میگویند. به خاطر چی غیر متقاطع میگویند؟ که به خاطر که نقطه مشترک نداره. یکی دیگه خود قطع نکنه. این را خوانده خط مستقیم با دایره. این را میخواند دایره با دایره، موقعیت دو دایره. این بس اول. بس دومش امیدوار هستم که را فهمیده باشه دیگه. بس دومیش اولیش بود. دومیش خود دو دایره میگه اگر دو دانه دایره یک نقطه مشترک داشته باشه، این را بنام چیت میکند؟ دو دایره را بنام مماس دایره میکند. فاصله های شوا مساوی است با فاصله مرکز دو دایره، با هم مساوی میباشه. و چی معنی؟ دو دانه دایره رسم میکنم، یک دو دایره دیگه. فاصله شوایش از این تا این است. این را بنام آر یاد میکنم، آر زبر. فاصله زیره بنام آر. ما شما میگیم فاصله دو مرکز، فاصله مرکز دایره اولی و مرکز دایره دومی، این دیگه. خب مرکز دایره اولی یعنی شوای دایره اولی مساوی است با شوای دایره دومی. خب فاصله مرکز اولی دایره اولی با فاصله مرکز دومی مساوی است با مجموع دو شوا. خب اینی دیگه است فاصله دو مرکز است. دیره به نام فاصله مرکز دایره ها میگن. دو دایره دیگه. دایره ها یعنی دو دایره مساوی است با چی؟ مجموع شوای دو دایره. آر جمع آر زبر مساوی است. اگر خب مثال چگونه باشد؟ اگر اینی شوا دو باشد، دویی باشد، دو 4 است، 4 میشه. دو 4 میشه. دیگه است دویی باشد، دو 4 4 با 4 مساوی است میشه. از خاطر مساوی است دیگه. ما شما رو میفهمیم دیگه. از این استقامت تا این استقامت دیگه فاصله بین دو دایره هم نداره و یک نقطه مشترک هم داره. نقطه مشترک به نام یک حرف میگیم به نام تی. فرق نمیکنه که چی باشه، هر حرفی که باشه. خواهی دومم گوشت بخیر. مبحث سیوم درس یعنی بحث سیوم باشه. این دایره دومی را به نام مماس دایره یاد میشه. بحث سیوم آمدین سربسته میگه اگر دو دانه دایره و دو تا نقطه مشترک داشته باشه، او را به نام چی میکنند؟ به نام متقاطع. متقاطع چی مانو؟ یعنی قطع کننده، قطع شده باشه. دو دانه دایره رسم میکنیم، یک دایره دیگه، یک نقطه دو نقطه. این مرکز با او یا مرکز با او و زبر. خب اگر گفت مرگ دو دانه دایره قسم یا شکل موقعیت بگیرن که دو نقطه مشترک داشته باشه، این به نام چی یاد میکنن؟ به نام متقاطع، یعنی قطع شونده، یعنی قطع کرده. خب فاصله مرکز دایره اول شوایش
آر دایره دوم کس شوهای دایره دومی این شوهای آر زبر است. خوش شوهای دایره اولی از این است، از این مرکز تا محیط است. این خط آبی از آبی که است، از سبز از مرکز تا این آر شوهای اول شوهای دوم دایره دوم. حاصل جمع یا حاصل تفریق این مرکز است. از مرکز دو دایره را به نام دی یاد میکنم. مرکز اول مرکز دوم. اینجا براتون میگیم اگر آر جمع خو منفی آر زبر شود، منفی آر زبر شود، داخل قیمت مطلقه میگیریم که قیمتش مثبت شود، کوچکتر از فاصله دو مرکز و کوچکتر از مجموعه شوهای دو دایره. این چی معنی میده؟ خب حاصل تفریق دو دایره کوچکتر از فاصله دو مرکز دایره، کوچکتر از مجموع دو دایره. دو دایره را اگر تفریق کنیم از فاصله دو مرکز یا کوچک میشه. فاصله دو مرکز از این مرکز تا این مرکز. اگر دو شوها را جمع کنیم بزرگتر میشه. بزرگتر مثلا اینی ها رسیده. بحث چهارم شماره چهارمش. خب دو دانه مرکز دایره است. خب دو دانه دایره رسم میکنیم. فاصله بین دو مرکز صفر باشه. این را فاصله دو مرکز که صفر باشد این دایره را به نام متحد المرکز یاد میکنم. اگر دو دانه دایره رسم کنیم فاصله دو مرکز صفر باشه، هیچ در یک نقطه یا نقطه ثابت یا یک مرکز دایره دو دانه دایره رسم کنیم این را فاصله شد. و چی معنی؟ یک دایره رسم میکنیم به این شکل، مرکزش که چیه؟ یک دایره دیگر رسم میکنم. خب باشه مرکزی این شکله، مرکز از هم کسی میگه. خب کمه که فاصلهش فرق میکنه دیگه. خب خیره دیگه. فاصله مرکز اولی با مرکز دومی صفر رسید. او است، او زبر میشه. این دایره را بنام چت میکنه دیش مساوی میشه با صفر. فاصلهش هم صفر است. شوهای هر قدری که باشد میگه فاصله شوهای اولی 3 است، از فاصله ازی اینجا 4 است. این فرق نمیکنه مگر مرکزشان فاصله دو مرکز صفر است. خب بس ما کسته سر فاصله مرکز دو دایره است، یعنی ما کت دو دایره رو تعیین میکنیم. شوهایش تعیین نمیکنیم که شوهایش چند است. بس سر چی است؟ بس سر ازی است که دو دایره در کدام قسمت قرار داره. این دایره متحد المرکز یاد میشه. متحد المرکز به خاطر که در یک نقطه ثابت دو دایره رسم شده، فاصله مرکزیشان و دو دایره صفر است. خب بس سر چهارم میگه اگر دو دایره مماس داخلی داشته باشد، دو دانه دایره رسم میکنیم مماس داخلی دارد. مماس و حاصل چی میشه؟ حاصل فاصله دو مرکز، حاصل تفریق دو شواست. و چی مانو؟ خب بس پنجم ما که بود
بس سر بین دو دانه دایره رسم میکنیم. یک دایره مماس داخلی باشد، مماس بیرونی نباشد. اینجا مماس داخلی است یا مماس داخلی. خب فاصله مرکز اولی اینجاست. مرکز اولی از دایره دومی مرکزش دینی استقامت است. ای او است، ای او زبر. یعنی استقامت فاصله بین مرکز دو دایره را بیان میکنم. دی میگن دی. خب مساوی است با آر منفی آر زبر. داخل قیمت مطلقه میگیریم به خاطر که اگر قیمت منفی شود باید حاصل ما مثبت شود. داخل قیمت مطلقه مثبت میشه. فاصله مساوی است با حاصل تفریق دو شوا. این بود 5 بخش موقعیت دو دایره. امیدوار هستم که درس ها برایتان مفید تمام شده باشد. آرزوی موفقیت بر همه تان میکنیم و سوال کتاب برتان حل میکنیم بخیر. که این بخش فهمیده باشه سوال کتاب دیگه آسان است، سو دیگه میفهمیم. با کمک اینمی 5 بخش که خواندیم سوال حل میکنیم. خب مثال کتاب است. یک دایره میگه دایره اولی را رسم کنید به اندازه 6 سانتی متر. سوال کتاب است. حل سوال کتاب. دایره به اندازه 6 سانتی متر. یک دایره به اندازه 6 سانتی متر رسم میکنید. این دایره دومی را میگه قسم رسم کو دایره دومی 2 سانتی متر دورتر از مرکز دایره اولی باشد. مرکز اولی 2 سانتی متر، دایره دومی را میگه 2 سانتی متر. اینی دایره دومی از اینجا استقامت اینجا 2 سانتی متر. 2 سانتی متر و دایره دومی را رسم کو مرکزش باشه دیگه. اینه مرکز دایره. اگر کوچکتر آمد بزرگتر است. این دایره. خب دایره اولی را گفت چند سانتی متر باشد؟ 6 سانتی متر. 6 سانتی متر. دایره دومی از مرکز دایره 2 سانتی متر باشد. از مرکز دایره فاصله بین مرکز دو دایره 2 سانتی متر باشه با رسم کنید. 2 سانتی متر فاصله مرکز دو دایره را دادیم. دو تا مرکز فاصله ش دادیم. باز نموجه دایره دومی خود رسم کنید. ای او زبر است، ای او دایره اولی است. فاصله اینجا براتون گفته R1 باز دایره اولی چند باشه؟ 6 سانتی متر. و در مثال هم گفتم نسبت بین دایره اولی دایره دومی 2/3 باشد. نسبت بین دایره دیگه 2/3 سانتی متر دایره سانتی متر باشد. سانتی متر دایره اولی دایره دومی 2 سانتی متر. و شوای دایره دومی دیگه پیدا میشه که دایره دومی چند است. مرکز دو دایره یعنی فاصله مرکز دو دایره این شکل. خب قیمت گذاری میکنیم این شکل سانتی متر ضرب R1 میشه. ضرب R1 به خاطر که تفاوتش پیدا میکنیم که دایره اولی شوایش چنده. خب این را خود دو طریقه حل میکنیم. یک طریقه را حل میکنیم، یک طریقه دیگه که از نظر به این حالتایی که خواندیم حل میکنیم. این دایره را میگیریم تفاوتش هم گفته 2/3 باشه و 6 سانتی متر دایره اولی است. 2 سانتی متر ضرب دایره اولی یعنی تفاوت بین دو دایره 2/3.
آردو را نوشته میکنم. آردو مساوی میشه با 2/3 سانتی ضرب آر1. آر1 ما چند است؟ 6 سانتی متر. 6 سانتی متر. خب اختصار میکنیم. اگه اختصار شد اختصار میکنیم، اگه نشد اختصار نه. 1 3 2 3 6 2 ضرب 2 مساوی 2 سانتی متر. آردوی ما مساوی میشه 2 4. شوای دایره دومی ما چند است؟ 4. از اینی مرکز تا اینی به اندازه چند؟ 4 سانتی متر میشه. خب یک طریقه بود. طریقه دیگه ای که نظر به حالتایی که خواندیم. خیلی حالتا به خاطر چی است؟ این فرمول دیگه فرمول است، دیگه فرمول. اینجا بر تو حل میکنیم. دایره را بر ما داده چند است؟ دیره فاصلهش مساوی میشه با ای متحد ای ماماس دایری داخلی بود، حالت پنجم بود. فرمولش که بود مساوی میشه بر 1 داخل قیمت آر1 آر جمع آر1 آر منفی آر ضرب. خب دی گفتم مرکز فاصله دی که بود مرکز بود. فاصله دو مرکز چند است؟ 2 است. 2 بود مساوی میشه. خب هار چند است؟ آرش چند است؟ آر1 6 منفی آر1 هم نامعلوم است دیگه. پیشتر گفت آر1 نامعلوم است دیگه. آر1 پیدا میکنیم. آر1 پیشتر پیدا نکرده بودیم، آر1 معلوم میکنیم. خب آر ضرب خب 2 خودش مساوی میشه به 6 می بیرون میشه دیگه منفی آر. این طرف داره میتیم این طرف 6 منفی آر مساوی میشه به 2 سانتی. منفی آر خودش مساوی میشه به 2 منفی 6 منفی آر مساوی میشه به منفی 4. اطراف تقسیم منفی میکنیم. چرا منفی میکنیم؟ بخاطر که منفی ضریب از بین بره. اینم تقسیم منفی، اینم تقسیم منفی، منفی با منفی خلاص یا منفی آر مساوی میشه با 4. باز دوباره تشریح میکنم. هر دوشه گفته دایره اولی را به اندازه 6 سانتی متر، دایره دومی را قسمی رسم که دو مرکز دو دانه دایره مرکزش فاصلهش 2 سانتی متر دورتر بده با رسم که و تفاوتشان 2/3 باشد. تفاوت بین دو دایره 2/3 باشد. خب آر1 گفت 6 سانتی متر، آر2 گفت 2/3 سانتی متر. یعنی تفاوت با چی داشته باشه؟ دایره اولی. آر2 نامعلوم است دیگه، یعنی دایره دومی. خب این زبر این دایره اولی که بود زبر داشت، این زبر را که زیر نوشته میگیم. خلاص آمده سر دایره دومی. دایره دومی که از 2/3 نظر به این فرمول میکنیم. 2/3 را گفت در جای آر1 قیمتش میمانیم آر1 مشکل 6 سانتی متر. آر1 از 6 سانتی متر. آر1 خب اختصار کردیم. قابل اختصار داشت 1 3 3 2 3 6. با این در حالت ضرب از دور خودش گرفتیم. نقطه خودش ضرب، نقطه ضرب ما نمیده. دوم خودش سانتی متر هم خودش دیگه. 2 4 سانتی متر. سانتی متر هم اگر ناشته نکنید کدام گپی ندارد، یا ناشته میکنید خوب تره. 2 سانتی متر. طریقه دوم نظر به حالتایی که خواندیم ما شما. فرمول که بود این اول شکل میبینیم به چی شکل است، با بعد از اون نظر به او فرمول میریم. دایره را خواندیم. دایره که است مماس داخلی است، داخلا مماس است. فاصلش مساوی به حاصل تفریق دو شو است. فرمولش بود دی مساوی میشه با آر منفی آر ضرب داخل قیمت مطلقه میگیریم. 2 خودش در جای دی 2 دادن. چرا 2 دادن؟ به خاطر که فاصله مرکز دو دایره است. دی که از فاصله دو مرکز هم میگه مساوی به 6 که است از آر1 است آر ضرب این را ما نمایده که مرکز دومی است.
قیمتایش ماندیم که از اینجا قیمت نداره. این قیمت که کشیدیم از این قیمت کشیدیم اینجا نامعلومه. این حالا دی فرمول حل میکنیم که میبینیم سوال ما صحیح مبرایت یا نمبرایت. 2 مساوی میشه به 6 خودش. این از داخل قیمت مطلقه مبرایت کدام گپی نداره. این را این طرف آوردم او را اون طرف، یعنی قسمی دوره دادم. این را باید این شکل بود این شکل آوردم. 6 منفی آر اینجا نشته کنم مساوی خودش دور این طرف بود. خب آر منفی آر را نشته کنم منفی ساوی هم خودش دو هم خودش منفی مثبت 6 هست. این مثبت 6 اون طرف بردیم منفی 6 میشه. علامهش تغییر میکنه. منفی آر خودش مساوی به حاصل تفریق از این منفی 4 میشه. منفی 4 چرا میشه؟ بخاطر که علامه از عدد بزرگ گرفته میشه. اطراف تقسیم منفی میکنیم. منفی چرا میکنیم؟ بخاطر که ضریب متحول از بین میره. متحول چی است؟ اینی عدد نامعلوم. خب اطراف تقسیم کردیم که ام مربوط از این میشه ام مربوط از این. ایرام تقسیم از این که ایرام منفی با منفی خلاص اختصار میشه. منفی با منفی مثبت میشه. یا میتونیم بگیم منفی تقسیم منفی مثبت. منفی تقسیم منفی مثبت. مثبت عددی است که نوشته نمیشه. هر عددی کلمه نداشته باشه علامه چی است؟ مثبت. آر مساوی میشه بچه‌ها. آر زبر ما مساوی میشه بچه‌ها. این اینجا گفتیم هم میتونیم نظر به فرمول حل کنیم هم نظر به فرمول. هر کدامش که آسان‌تر است افهام تفهیم میشه. اونمو برایتان خوبه. این بود درس امروزی موقعیت‌های دو دایره نظر به یکدیگر. امیدوار هستم که درس‌ها برایتان مفید تمام شده باشد و فهمیده باشید یا یاد گرفته باشید. تا دیدار دیگه خداوند به یکتا یگانه میسپارمتانه. خداوند یگانه موفق داشته باشد تا همه این ما را. خدا نگهدار.